خب، بیایید با یه سوال بزرگ شروع کنیم. آیا واقعاً حاضریم تحصیلاتمون رو به دست هوش مصنوعی بسپاریم؟ این یه سوال اساسیه، چون داریم در مورد یکی از انسانی ترین بخش‌های زندگیمون، یعنی آموزش صحبت می‌کنیم. توی این برنامه می‌خوایم ببینیم دانشجوها در عصر دیجیتال چه نظری دارن. خب، سوال رو مستقیم از خودتون میپرسم. آیا به هوش مصنوعی برای تحصیلتون اعتماد میکنید؟ شاید اولین جوابتون یه بله محکم یا یه نه قاطع باشه. اما داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هست. عواملی پشت این تصمیم هست که شاید اصلا به ذهنتون هم نرسه. بیاید با هم عمیق‌تر بشیم و ببینیم قضیه از چه قراره. ببینید، این دیگه یه بحث علمی تخیلی برای آینده نیست. هوش مصنوعی همین الان، همین امروز داره آموزشالی رو زیر و رو میکنه. از نحوه اداره دانشگاه‌ها گرفته تا روش درس خوندن دانشجوها، همه چیز در حال تغییره. خب، هوش مصنوعی چه وعده‌هایی به ما میده؟ پتانسیلش واقعاً فوق‌العاده است. فکرش رو بکنید. یه دستیار آموزشی شخصی که 24 ساعت آماده جواب دادن به سوالات شماست، یا ابزارهایی که به استادا کمک میکنه بهترین منابع رو برای کلاس پیدا کنن. اینا فقط چند تا از مزایای شگفت‌انگیزشن. خیلی خوب، حالا بیایید تمرکزمون رو بذاریم روی یه مطالعه موردی خیلی جالب. مقصدمون کشور اردنه. شاید انتخاب عجیبی به نظر بیاد، اما الان میفهمیم چرا. پس چرا اردن؟ چون این کشور توی مهارت‌های دیجیتال یکی از پیشروهاست و خیلی فعال با تکنولوژی‌های جدید کار میکنه. زیرساختای اینترنت، موبایل و مهارت‌های دیجیتال مردمش، یا همون چیزی که بهش میگن ICT، خیلی قویه. این یعنی اردن یه جورایی آزمایشگاه عالیه برای اینکه ببینیم مردم چطور با فناوری‌های جدید کنار میان. یه نگاه به این نمودار بندازید تا جایگاه اردن رو تو منطقه بهتر درک کنید. همونطور که می‌بینید، این کشور توی مهارت‌های ICT بین کشورهای عربی رتبه 4 رو داره، درست بعد از کشورهایی مثل امارات و عربستان. این یعنی جمعیتش واقعاً با دنیای دیجیتال آشنان و حسابی کار بلدن. و این فقط در سطح منطقه نیست، نه! در مقیاس جهانی، اردن از بین 131 کشور رتبه 19 رو داره. این عدد واقعاً چشمگیره و نشون میده که این کشور چقدر برای پذیرش تکنولوژی‌های نو آماده است. خب، با این همه آمادگی اینجا به سوال اصلی میرسیم. توی کشوری که انقدر با تکنولوژی معنوسه، چه عواملی باعث میشه دانشجوها واقعاً بخوان از هوش مصنوعی توی درس‌هاشون استفاده کنن؟ اصل ماجرا چیه؟ برای اینکه این پازل رو حل کنیم، باید ببینیم چه عواملی واقعاً محرک اصلی پذیرش هستن. محققا چند تا عامل کلیدی رو بررسی کردن که ممکنه روی تسلیم دانشجوها تأثیر بذاره. بیایید این قطعات پازل رو با هم ببینیم. برای پیدا کردن جواب، محقق‌ها رفتن سراغ خود دانشجوها. اونا از 526 دانشجوی دانشگاه توی اردن نظرسنجی کردن تا به یه دیدگاه دقیق و مبتنی بر داده برسن. اولین قطعه پازل ما امنیت سایبری درک شده است. یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده، اون حسی که کاربر داره. از خودش میپرسه آیا وقتی از این ابزار استفاده میکنم اطلاعاتم امنه؟ احساس امنیت میکنم؟ قطعه دوم پازل ارزش نوآوری هست. این یعنی همون عامل جدید و هیجان انگیز بودن. چقدر این تکنولوژی به خاطر جدید بودنش برامون جذابه، چقدر خاص و متفاوته. و میرسیم به سومین قطعه که شاید مهمترین هم باشه، اعتماد درک شده. یعنی باور کاربر به اینکه این تکنولوژی قابل اطمینانه. آیا کارش رو درست انجام میده؟ میشه روش حساب کرد؟ خب، حالا وقتش پرده رو کنار بزنیم و ببینیم دانشجوها واقعاً چی گفتن. بیایید با هم داده ها رو تحلیل کنیم و ببینیم جواب این معما چیه. اولین چیزی که به چشم میخوره خیلی واضحه. تمایل دانشجوها به پذیرش هوش مصنوعی امتیاز 3.81 از 5 گرفته. این عدد بالاییه و نشون میده که اونا خیلی به این موضوع روی خوش نشون دادن. جالبه که اعتماد و مفید بودن هوش مصنوعی هم امتیازهای خیلی نزدیکی گرفتن. این یکی از یافته‌های کلیدی شماره 1. وقتی دانشجوها احساس امنیت میکنن، هوش مصنوعی براشون هم مفیدتر به نظر میاد و هم کارباهاش ساده‌تر. یعنی امنیت فقط یه ویژگی نیست، بلکه روی درک کلی اونها از تکنولوژی تأثیر مستقیم داره.
اما اینجا یه یافته واقعاً شگفت‌انگیز داریم، یه چیزی که شاید انتظارش رو نداشتیم. هرچی هوش مصنوعی جدیدتر و هیجان‌انگیزتر به نظر می‌رسید، دانشجوها فکر می‌کردن کار باهاش سخت‌تره. یعنی اون عامل باحال بودن در واقع یه جورایی ترس از پیچیدگی رو هم با خودش می‌آورده. این نقل قول همه چیز رو به هم وصل می‌کنه. در فرهنگی که برای امنیت ارزش قائله، اعتماد فقط یه ویژگی نیست، بلکه زیربنای پذیرش فناوری جدیده. این یعنی توی جایی مثل اردن که مردم دوست دارن از شرایط نامعلوم دوری کنن، اعتماد حرف اول آخر رو میزنه. پس قوی ترین ارتباطات چی بودن؟ بیایید این زنجیره رو با هم ببینیم. اول، احساس امنیت اعتماد رو خیلی خیلی زیاد میکنه. دوم، وقتی دانشجوها فکر میکنن هوش مصنوعی مفیده، تمایلشون برای استفاده ازش به شدت بالا میره. و از همه مهمتر، اعتماد به تنهایی بزرگترین تأثیر مثبت رو روی تمایل به استفاده از هوش مصنوعی داره. همه چیز به اعتماد ختم میشه. خیلی خوب، از همه این داده‌ها و تحلیل‌ها چه درسی میتونیم برای آینده بگیریم؟ این یافته‌ها برای ما، برای دانشگاه‌ها و برای توسعه دهنده‌های هوش مصنوعی چه معنایی دارن؟ این تحقیق یه نقشه راه خیلی واضح جلوی پای ما میذاره. اول برای مدیران دانشگاه‌ها، امنیت سایبری را در اولیت بذارید و در مورد شفاف صحبت کنید تا اعتماد دانشجوها را جلب کنید. دوم، برای توسعه دهنده‌های هوش مصنوعی، ابزارهایی بسازید که فقط جدید و باحال نباشن، بلکه واقعاً مفید و ساده باشن تا دانشجوها برای استفاده ازشون به زحمت نیفتن. و اما پیام اصلی و بزرگ چیه؟ اینکه فرهنگ نحوه پذیرش تکنولوژی رو شکل میده. نمیشه یه فناوری رو همینجوری برای همه جا یکسان پیاده کرد. باید ارزش‌های محلی رو درک کرد، مثل همین تاکید بر موفقیت و امنیت در اردن. این کلید موفقیت در هر جای دنیاست. در نهایت، باید بدونیم که برای این دانشجوها هوش مصنوعی فقط یه سرگرمی جدید و جذاب نیست. اونها بهش به چشم یه ابزار نگاه میکنن. ابزاری برای رسیدن به موفقیت. همین و بس. و در آخر میرسیم به یک سوال نهایی برای فکر کردن. هوش مصنوعی میتونه امن باشه، مفید باشه و حتی قابل اعتماد، اما اون یک عنصر انسانی در آموزش که هوش مصنوعی هرگز نمیتونه جایگزینش بشه چیه؟ این سوالی هست که میخوام شما بهش فکر کنید.